این راهی که تعمیر طلب است و مدت طولانی بازسازی نشده است در حدود ناحیه دنغره جایگیر است. هر روز از این راه ده‌ها ماشین خرد و بزرگ از سمت ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و منطقه کلاب می‌گذرند. با گذشت سالها این راه تعمیر را ندیده است و رانندگان مجبورند که با احتیاط حرکت کنند. چقری‌های زیادی را سبب صدمه و مشکل‌های تکنیکی می‌گردند. چنانچه چرخ این ماشین نیز در یکی از همان چقری‌ها کفیده نیاز به تعمیر پیدا کرد. مسئولان اداره راهسازی منطقه کلاب میگویند که ناحیه دنغره برای تعمیر راه‌ها در سال 2024 مبلغ جدا نکرده است. از سوی مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی سطح ناحیه و موضوعهای راهنگاهداری مبلغ جدا نکرده است. یکی از ناحیه این ناحیه تیمر ملک است، دیگر ناحیه دنغره است و سوم این شهر کلاب است. قسمت خراب شده راه به جماعت اسمت شریف ناحیه دنغره داخل می شود. مسئولان اداره راه‌های دنغره گفتند که راه در فصل گرما تعمیر خواهد شد. آنها مشکل اساسی را به حرکت ماشین‌های گران و وزن ربط دادند. قرار است این راه در آینده پوره از نو ساخته شود. همزمان صاحبکاران در سال 2024 42 کیلومتر راه را در منطقه تعمیر کردند. اما قسمتی که صدها ماشین از آن می‌گذرد تا حال در حالت ناگواری باقی می‌ماند.